که امروز شما این برنامه رو میبینید ممکنه مشترک همیشگی باشید و از روی کنجکاوی باشید، یا مادر نوزادی باشید که اولین بار بهش گفتن نوزادش باقلاییه و نگران این موضوع هست، یا والدینی هستید که میخواید بدونید آیا بالاخره یک روز بچه باقلاییتون برای همیشه خوب میشه یا خیر. برای پاسخ به این سوالات و سوالای دیگه در ادامه این برنامه همراه من باشید. با یاد و نام خدا. سلام به همه پدر و مادرای عزیز. دکتر رضوی زاده هستم، متخصص کودکان و نوزادان. خون باقلایی یا D6PD دیفیشنسی. من بعد از مقدمه کوتاه با 6 سوال شایعی که والدین درباره بیماری باقلایی میپرسند پاسخ میدم. وقتی گلوبول قرمز نتونه به مواد موجود در باقلا پاسخ دفاعی بده، گلوبول پاره میشه. در واقع در بعضی از افراد به دلیل نقص آنزیمی ارثی که دارند نمیتونن مولکول دفاعی مقابل این مواد رو تولید کنند. با پارگی گلوبول قرمز باعث تخلیه محتوای اون میشن که تأثیرات گسترده‌ای داره. به طور واضح بگم، حجم خون کاهش پیدا میکنه و گاهی حتی مجبور به تزریق خون میشیم تا بیمار زنده بمونه. بعد از اون مرتباً املاح خون رو باید کنترل کنیم، چون مواد خارج شده از گلوبول قرمز تنظیم املاح و سیستم گردش خون رو به هم میزنن، مخصوصاً کلیه ها که نیاز به اقدامات مراقبتی بیشتری دارن. هم خطر تخریب وجود داره و هم انسداد لوله ها که مهمترین عاملش هموگلوبین خارج شده از گلوبول قرمزه و به صورت ادرار قرمز یا تیره نمایان میشه. من سعی میکنم در فرصت مناسب درباره ساختار هموگلوبین به طور کامل صحبت کنم. اما انتخاب نام، چرا میگن باقلایی؟ چون از قدیم این بیماری با برخورد با باقلا ایجاد می شده و هنوز هم بیشترین عاملش باقلاست و الا مواد غذایی و داروهای مختلفی ممکن باعث این بیماری بشن. باقلا یک منبع پروتئین گیاهیه که 26 گرم از 100 گرمش پروتئینه، تقریبا معادل گوشت قرمز. هرچند این پروتئین دوتا با هم مختصری تفاوت دارن. همچنین باقلا فیبر داره که در کاهش کلسترول بسیار مفیده و فولاد داره که از ویتامین‌های مورد نیاز در دوره بارداریه. باقلا یکی از حبوبات دوست داشتنی در غذاهای ایرانیه. به همین خاطر باقلایی بودن یکی از اعضای خانواده واسه ایرانی‌ها خیلی مهمه. اما سوالات شما. سوال اول، خیلی از مادرها هستن که میپرسن روز اول تولد به من گفتن که بچه‌ت باقلاییه، ولی همیشه باقلا میخوره و تا حالا هم هیچ مشکلی پیش نیومد. ببینید پدر و مادرای عزیز، یه جورایی واکنش بدن آدما نسبت به باقلا با هم فرق داره. اول صحبتم چی گفتم؟ گفتم یه آنزیم هست که نقصش باعث پاره شدن گلوبول قرمز میشه. سازمان بهداشت جهانی اومده اینا رو تو چند تا دسته تقسیمشون کرده. اونایی که آنزیمشون خیلی کمه، زیر 10%، اینا ممکنه حتی اگه باقلا هم نخورن واکنش نشون بدن. یکم بالاترش میرسیم به کلاس 2. اینا آنزیمشون بین 10 تا 50%. این بچه‌ها معمولاً اگه یه مقدار متوسط باقلا بخورن ممکنه یه علائمی نشون بدن، ولی نه همیشه و نه خیلی شدید. اما برعکس، اونایی که تو کلاس 5 آنزیمشون خیلی زیاده، بالای 150%. اینا اگه کلی هم باقلا بخورن شاید اصلا هیچیشون نشه. حالا بچه شما ممکنه یه جایی بین این چند تا باشه. واسه همینم تو آزمایش‌های معمولی تشخیص داده نمیشه. چرا بعضی وقتا بیمارانی با علائم شدید میارن مرکز درمانی که نه باقلا خورده و نه داروی خاصی مصرف کرده، ولی علائم باقلایی شدید رو نشون میده؟ در جواب باید گفت در برخی موارد عفونت‌های شدید مثل بیماری‌های ویروسی یا پنومونی یا ذات‌الریه
میتونن موادی تولید کنن که باعث علائم حاد بیماری باقلایی بشن. آیا باقلاها و انواعشون اثرات متفاوتی دارن؟ بله، انواع باقلا اثرات متفاوتی دارن و باقلاهای نورس و تازه ممکنه حاوی مقدار بیشتری از موادی باشن به نام ویسین و کنوویسین که گلوبول قرمز در بیماران باقلایی رو پاره میکنن. باقلاهای تلخ نسبت به شیرین مواد اکسیدان بیشتری دارند. همچنین باقلاهای پخته شده ممکنه بخشی از اکسیداناشون کم شده باشه، ولی این باقلاها رو هم نباید، پخته شده رو هم نباید به بیمار باقلایی بدیم. آیا غیر از باقلا حبوبات دیگه هم علائم باقلایی رو ممکنه ایجاد کنن؟ بله، به ندرت در لوبیاهای خاصی مثل لوبیای قرمز این عارضه گزارش شده. همچنین از داروهایی که شدیداً ممکنه علائم همولیز بدن، پریماکین یک داروی ضد مالاریاست که ممکنه علائم شدید ایجاد کنه و لیستی از داروهای دیگه. معمولاً اگر بیماری باقلاییش تایید بشه، این لیست دارویی رو به این بیمار تحویل میدن و بهش داده میشه. سوال دیگری که خیلی پرسیده میشه اینه که آیا این بیماری بالاخره یه روز خوب و ریشه‌کن میشه؟ در پاسخ باید گفت کمبود یا نقص آنزیم G6PD یک اختلال ارثی مادام العمره که هیچ وقت به طور کامل بهبود پیدا نمیکنه. خب از کجا فهمیدن که ارثیه؟ چون دیدن تو دخترها کمتره. یک بیماری ارثیه و ژن معیوبش روی کروموزوم X قرار داره. اگر از مادر به پسر منتقل بشه حتما علائم خودش نشون میده، ولی اگر دختر درگیر بشه چون فقط یکی از دو کروموزوم X رو درگیر میکنه علائم نداره یا خفیفه و باید هر دو کروموزوم X درگیر باشن تا بیماری خودش رو نشون بده. پس بیماری شدید در دخترها خیلی نادره. سوال آخر، برای بیماری که به علت بیماری باقلایی بستری شد و علائمی مثل خستگی، ضعف عضلانی، ادرار تیره و سایر علائم رو نشون داد و تحت درمانهای لازم و تزریق خون هم قرار گرفت، پس از ترخیص چه مراقبت‌هایی باید براش انجام بدیم؟ پس از ترخیص این نکات رو باید رعایت کنید. فراموش نکنید باقلا و داروهایی که ممنوع هستن را حتی الامکان مصرف نکنید. اسید فولیک با تجویز پزشک کمک میکنه خونسازی بهتری داشته باشید. علائم هشدار مثل ادرار تیره، زردی پوست، ضعف شدید رو جدی بگیرید و فوری به پزشک مراجعه کنید. همیشه لیست داروهای خطرناک رو همراه داشته باشید و قبل از مصرف هر دارویی پزشک را در جریان کمبود یا نقص G6PD قرار بدید. سپاسگزارم از همراهیتون. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.